سلام بیننده گرامی، مهمانی برنامه امروزه ما عباس جوادی است، مؤلف سلسله برنامه ریگی آمو که تا امروز دو شماره آن را تماشا کردید و نظر و سوالهای خود را هم فرستادید. بخش اول درباره اسلامی شدن ماوراءالنهر بود و دوم هم درباره تسخیر نهایی ماوراءالنهر از طرف عرب ها. بخش سوم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و همین گونه در صفحه azadi.org نشر شد و برنامه را میتونید همین حالا تماشا کنید یا هر وقت دیگر که فرصت کردید. و آقای جوادی به برنامه ما خوش آمدید. خب اگر اجازه باشد سوال‌های را مطرح کنیم که در وبسایت رادیو آزادی بعضی از کاربران پرسیدن. شما البته در وبسایت امکان پاسخ دادن به کاربران را دارید، به سوال‌های بسیاری هم جواب گفتید، ولی در یوتیوب بعضی‌ها شاید این پاسخ‌های شما را نخونده باشند و به همین خاطر می‌خواستیم این سوال‌ها را که در وبسایت مطرح شدن و شما جواب گفتید به کاربران یوتیوب هم بگویید، شاید در ذهن اونها هم عین سوال خلق شده باشد. و یک نفر با نام سینای شیرزاد درباره بخش دوم از شما پرسیده است که محترم عباس جوادی، شما گفتید که اعراب ایران زمین را در مدت کمتر از 10 سال ضبط کردند. خواننده ناگاه با دریافت این اطلاع گمان میکند که تحمل شکستی سیاسی و پذیرش فرهنگ بیگانگان در ایران بسیار آسان و بدون مقاومت‌های شدید صورت گرفته است، حالا اینکه واقعیت چنین نبود و شورش 24 ساله بابک خرمدین طول سالهای 817-840 یعنی بعد از 200 سال جنگ نهاوند استدلال روشن مقاومت شدید این مردم فارس تبار در علیه مهاجمین اجنبی بود. لطفاً پاسخ این بیننده عزیز را میگوید. درست است. قیام بابک در آذربایجان تنها قیام مخالف ضد حاکمیت اعراب و اسلام نبود، ولی به نظرم آخرین قیام بود. خب ما در مازندران قیام مازیار رو داریم. این درسته. من البته به این در وبسایت جواب دادم، ولی در نظر داشته باشید که تسخیر یک سرزمین با تغییر طرز تفکر و دین و زبان مردم، فرهنگ مردم فرق دارد. تسخیر کار آسانی هست، یعنی نسبتاً آسان است. یک کشور رو میتونید با قتل و غارت و غیره تسخیر کنید، اما تغییر دادن فکر مردم یا دین مردم یا فرهنگ مردم، عادتهای مردم بسیار مشکل است. این کار صدها سال طول میکشد. چیزی که من اونجا گفتم این است که درست، کاملا درست است که 10 سال بیشتر طول نکشید. ایران وقتی ایران رو گرفتن بعد از نهاوند، 10 سال بعد از نهاوند، جنگ نهاوند، عرب ها در مرو بودند، در خراسان بودند، گرفته بودند. در سیستان مثلا کشتار خیلی بزرگی شد. حاکم اونجا که مسئول اون کشتار به اصطلاح بزرگ سیستان بود، بعداً اومد ماوراءالنهر، خراسان البته، و مسئول حمله ها به ماوراءالنهر بود. اینها شدند. مقاومت بعد از اینکه 10 سال ایران زیر تسلط عرب ها رفت، هنوز هم مازندران، گیلان، بخش های شمالی آن سوی کوههای البرز هنوز تحت کنترل عرب ها به اون درجه نبود. این درست است، ولی حاکمیت کلی عرب ها بر ایران به دست آمده بود. به همین صورت وقتی که بعد از رسیدن بعد از این 10 سال، سالهای 642 وقتی که شروع کردن به ماوراءالنهر حمله میکردن برمیگشتن، ولی این خودش 50 سال طول کشید و تسخیر نهایی هم 50 سال طول کشید. ولی تسخیر نهایی شد. آیا در ماوراءالنهر همه یک باره مسلمان و حاجی و مؤمن و فلان شدن؟ نه، طول میکشد، مخصوصا جاهای دور افتاده. در ایران فرض این خیلی تحقیق شده است، ماوراءالنهر کمتر بررسی شده است. در ایران این درست است که آخرین وضعیتی که ساسانی ها داشتن در کشور این بود که تماما گفته شما تاجیک خاوس بود، کسی مسئول که چیزی نبود، حاکمین محلی هم قدرتی نداشتن. بنابراین احتمالاً من در اونجا در بخش تسخیر نهایی که دیروز چاپ شد گفتم
احتمال بزرگ و همه میگویند این است که ایرانی ها صلاح کار و زندگی خودشون رو در آن دیدن که بهتر است، چون که قدرتمون نمیرسد، ارتش نداریم، پراکنده شده است ارتش، اون ارتش بزرگ ساسانی، بهتر است صلاح کار در این است برای خودمون، زندگی خودمون، زن و فرزندمون. مثلا فرض کنید یک کسی مسئول جمع‌آوری مالیات است در یک شهری، خب چاره ای نداره، باید زندگی کنن. یا مثلا یک دهقان یا یک مسئول نمیدونم استنساخ هست، یعنی کپی برداری از کتاب هست، خب برای اون فرق نمیکنه رژیم چی هست، این میخواد کار خودشو بکنه. یا دهقان به معنای حتی گذشته در فارسی، یعنی اشراف زمیندارهای این، اونا براشون بهتر بود که خب حداقل لفظی هم که شده بگوین بله ما مسلمان شدیم، اسممون هم از افراسیاب تبدیل شد به محمد یا فاطمه یا هر چی، ولی کار و زندگی خودشون رو بکن. این در درست است در ایران 10 سال طول کشید، کم طول کشید، واقعا هم جای حیرت و شگفتی هست، ولی واقعیت این است. و سوال دیگری که مطرح کردند این است آقای جوادی، یک نفر نوشته است چیزی که مرا به حیرت می‌آورد این عبادت 5 وقتینه زرتشتی هاست و وقت و ساعت آن با نمازگزاری ما یک است، یعنی با اسلام. این پیش از اسلام هم بود یا از اسلام گرفتند؟ اینو ما نمیدونیم. این میدونید این چیزهایی است که دیگه مربوط به عالم خیال می شود، گمان زنی می شود، ما نمیدونیم. حتی خیلی بررسی های مدللتری، یعنی با دلیلتر بیشتری هست که بسیاری از عادات و رسوم و قاعده های اسلام مانند نماز، 5 بار نماز، یا اینکه مثل نخوردن، حرام بودن گوشت خوک یا غیره و غیره از یهودی ها گرفته شده است. واقعا هم بسیاری از داستان های اساطیری قرآنی شبیه اون یک کمی با تغییرات در بیبلیا هست. حالا بر پایه اون آیا میشود گفت که این از اونجا گرفته شده، از چیز دیگر، از جای دیگر گرفته شده؟ نمیدونیم اینو واقعا. حالا 5 بار نماز در قرآن نیست، یعنی میگوید قرآن میگوید که نماز باید خواند، ولی نمیگوید که 5 بار، نمیگوید نماز صبح مثلا 2 رکعت است و 1 بار رکوع باید بکنید، 2 بار سجده نیست. اینا رو بعداً در عادت هایی که مسلمان کرده، مخصوصا با تبعیت از پیامبر اسلام حضرت محمد، اینها رو جاری کردن، ولی در قرآن نیست. ولی اینکه از کجا گرفته، از زرتشتی و اسلام در اون موقع زرتشتی رو نمیشناخته. من نمیدونم از کجا باید زرتشتی رو بشناسه، مگر اینکه از دورادور یه چیزی شنیده باشه. بعید است. خب آقای جوادی درباره بخش سوم اندکی محتواش شرح می‌دارین تا بیننده ارجمند آگاه باشد و اونهایی که نمیدونن حتما برون و برنامه ما رو در آزادی ویدیو در یوتیوب ببینن. تا حالا من خیلی خوشحالم، تا حالا استقبال از این سری خیلی خوب بود و امیدوارم که ادامه پیدا کند، چون در این بخش که دیروز منتشر شد ما درباره تسخیر نهایی ماوراءالنهر صحبت میکنیم از طرف عرب ها و به این دقت مردم رو، دقت خواننده ها رو، بیننده ها رو جلب میکنیم که در آخر این پروسس 100 ساله دیگه اکثریت مردم حداقل لفظی هم که شده، ظاهری هم که شده، مسلمان شده بود. چون که تاریخ نویسای حتی اسلامی مانند طبری و نه فقط طبری میگویند که وقتی که ارتش اسلام، مثلا سامانیان خیلی بعدتر هست، حتی قبل از سامانیان، وقتی که لشکرهای مثلا در تالاس وقتی که جنگ شد، در تالاس جنگ اول قبل از امیر اسماعیل شد، اکثریت مثلا اونجا رهبر لشکر عربی عرب بود خودش، ولی فرمانده اصلی، یعنی اون حتی اون فرمانده عرب در اونجا ابو مسلم خراسانی بود که یک ایرانی تبار غلام در ابتدا عرب ها، ولی ایرانی تبار بود. سربازهای اون لشکر هم اکثرا یا ایرانیان بومی از سمرقند و بخارا و غیره بودن که مسلمان شده بودن، یا ترکا بودن
که مسلمان شده بودن و یا اصلا مسلمان نشده بودن هنوز، ولی لشکر اکثرا اونطوری بود، یعنی مسلمان بودن، عرب نبودن، اکثریتشون عرب نبودن. و بعدن هم که در جنگ تالاس حداقل میبینیم که کارلوک ها پیوستن به طرف اسلامی ها، مسلمان ها، و اونها میگویند، تاریخدان ها میگویند که اونها باعث پیروزی لشکر اسلام شدن. منظور من این است که بله درسته این 50 سال دوم، نیمه دوم این 100 سال در مرحله پیروزی نهایی اسلام بود، اگرچه باز به همون نکته برمیگردیم که این به معنای اون نیست که همه مؤمن شدند و هر روز 5 بار نماز میخواندند و روزه میگرفتند و غیره. این مسئله رو در حتی بخش بعدی که میشه به نظرم بخش 4 خواهیم گفت درباره اینکه مردم ماوراءالنهر چقدر مسلمان شدند، چه صمیمی بودند یا آیا صمیمی بودند. ولی هیچ کس واقعا نمیتواند، در هیچ شخصی که ریالیست است نمیتواند بگوید که اینا ریاکاری کردن، چون که مسلمان شدن ولی بدون اینکه واقعا از ته دل باور داشته بود. این نمیتوند بگوید، چون که شرایط زندگی هر کسی رو وادار میکنه. من مطمئنم مثلا اگر یک کشوری رو امروز با زور بگیرن و بگوین فلان دین و یا فلان فرهنگ، نه در 100 سال 200 شاید 300 سال 400 سال طول بکشن، ولی در نهایت تأثیرش رو میکنن. تشکر. عباس جوادی، مؤلف برنامه ریگی آموک بود که با ما صحبت میکرد. تشکر. سلامت باشید.